بعد از اینکه من اعلان کردم اراده خود که ما میخوایم که به حیث کاندید در ریاست و انتخابات ریاست جمهوری باشم، اینا نتونستن که بعد از اونمو اعلان 24 ساعت مرا تحمل بکنن. قانون همین چیز رو نمیگه که من مکلف هستم که استعفا بدم. امی عمل امروزه رئیس جمهور نشان میده که مرا تا وقت انتخابات هم نمیماند. توطئه ممکن علی ما ساخته شود که ما از انتخابات محروم شوم، شایدم تا وقت زنده نباشم. مرا نمیمانند که در انتخابات شرکت کنم. بعد که من اعلان کردم اراده خود که ما میخوایم که به حیث کاندید در ریاست و انتخابات ریاست جمهوری باشم، اینا نتونستن که بعد از اونمو اعلان 24 ساعت مرا تحمل بکنن. قانون همین چیز رو نمیگه که من مکلف هستم که استعفا بدم به حیث څارنوال. منظور شما از توطئه چی بود؟ توطئه رو شما میفهمید که چیست؟ ممکن من اینطور نمیگم که رئیس جمهور علیه ما توطئه میکنه. اینطور نمیگم. از کی؟ منظورتون از کیست؟ ما براتون گفتم که اگر من میشناختم با ملت میگفتم، مگر از این معلوم میشه که توطئه باید در جریان باشه. من نتونستم که برای مدت. یعنی شما فکر میکنین که تلاش های بر سوء قصد به جان شما هم هست؟ بله حتما هست تلاش در جان من، به خاطر است که از ما حراس موجود است. من اگر به پیشگاه ملت برم ملت مرا انتخاب میکنه، اما ایره ما میدانم که از حراس موجود است در اینجا. کسایی که میخواد رئیس جمهور باشه اونا نمیخواین که ما به انتخابات برایم و شاید هم توطئه های گوناگونی علیه ما بچینن و به خاطری که ملت مرا شناخته، ما به اتکای خداوند عالم و اعتماد مردم خود به می کار اقدام کردم و به می اطمینان به خیر به انتخابات میرم. مگر براتون میگم که تا انتخابات ما را کس نمیمانه. شما فکر میکنین که پس این کاری که آقای کرزی کرده و شما را وادار به این کرده که وظیفتون ترک بگوین یک کار غیر قانونی هست؟ 100% غیر قانونی. چرا غیر قانونی نیست؟ خب پس حالا اقدام شما چی است؟ اقدام بعدیتون در برابر یک کار غیر قانونی؟ من نمیتونم چیزی اقدام بکنم. چی اقدام میتونم بکنم؟ این اصلا میتونست که قانون برای صلاحیت داده بود که مرا معزول بکنه بدون اینکه دلیل خود بگویه. اما در اینجا گفت که تو استعفا دادی. ما گفتم ما استعفا ندادیم. گفت استعفا دادی. ما گفتم ما استعفا ندادیم. گفت که نه استعفای تا قبول کردم. ما گفتم ما استعفا ندادیم. خب یعنی اگر ما به طور مثال بستر محکمه هم عارض شوم و این قضیه را ببرم هم که به صورت غیر قانونی مرا یادم مجبور به این کرده که وظیفه را ترک بگویم و اونا این حکم هم صادر بکنه که حکم رئیس جمهور غیر قانونی است، باز هم صلاحیت داره ما رو دور کنه و این کار من نمیکنم. من فقط به محکمه مردم همین موضوع رو میمانم. در زمانی که شما دادستان کل افغانستان بودین میانه بسیار خوب با آقای کرزی داشتین، حتی در سخنرانی ها آقای کرزی از شما به خوبی یاد میکرد. چی شد که به نظر شما یک بار میانه شما به هم خورد؟ این درسته که آقای کرزی به استثنای یکی دو مرتبه که گفته که او هم میخواست که از جامعه بین المللی و از مردم یک نوع اعتبار به دست بیاره که میگه که ما از روی څارنوال حمایت کردیم. ما چالش میتونم که در هیچ موردی از ما حمایت نکرده و اونا اصلا چون سیاستمدار هستن به حساب سیاستی که میگفتن از ما حمایت نکردن، امرای ما روابط خوبی نداشتن و نمیخواستن که ما به پست خود ادامه بدم، اما نمیتونست ما رو دور کنه. بانه ای نداشت. ولی بانه بعد شامد که ما بسیار غیر قانونی اصلا یک نوع ریشخند از با قوانین